بعضی کسا از شما پرسان میکنن آیا رد دموکراسی در قرآن عظیم شان است؟ بله، این کلام الله هست. پیش از اینکه دموکراسی تولد شود ردش در قرآن عظیم شان موجود است. در کجای قرآن است که رد دموکراسی هست؟ شما برای ما دموکراسی را معرفی کنین. میگه دموکراسی است که وقتی یک تعداد مردم شیشتن در یک جای خودشان بر خود قانون میسازن. چه قسم قانون؟ مثلا در اروپا مردم دیدن که نکاح کردن و قدر برای بسیاری کسا جالب نیست. نفس از اینا خواست که ازدواج بند بکنه. هر کس هر چی که دلش شد بره در هتل، یک شب، دو شب، سه شب، یک هفته، دو هفته، خلاص در هتل باشه. خانه داره یک خانه و بی خانه را 100 خانه. نعوذ بالله من ذلک. پس برن از این خاطر اینا. پس اینا ای چی کرد؟ این قانون خدا به اساس چی ماند؟ به اساس نفس خود. نفسش میخواه که با انسانهای متعدد غرایز جنسی خدا اشباع بکنه. اخلاق گفتن معیار نیست. شما اخلاقتان لباس پوشیدن است. در دموکراسی میگه اخلاق چی است؟ هر کس دلش بر تو لباس است بپوش، من که تو غرض ندارم، لکن من دلم میشه که هیچ لباس نپوشم. پس گفتن برش چی است؟ نفسش میخواه که بی لباس روی سرک بگرده. این قانون ساختن. پس اینجا چی شد؟ گفت ما یک حکومت میسازیم در دموکراسی که حکومت نفس توسط نفس برای نفس باشه. خود مردم، حکومت مردم توسط مردم برای مردم. چی مردم؟ یعنی در اینجا نام الله هست نیست. پس او کسایی که یکی خود را است، من همیشه بردانی یک چیز توصیه میکنم که یگان تا که ما بحث میکنیم برش میگیم که تو خردضابط هستی در دموکراسی، که تو خردضابط ها ما کار نداریم. استر جنرال تبیر، استاد تبیر، بنیانگذار دموکراسی رو بیار که بیاین ما کتش بحث بکنیم. بنیانگذار دموکراسی رو وقتی کتش بحث کنی بازو برات واقعیت ها رو میگه. ما در هندوستان رفتیم، یک کسی بود که معاون علمی یک پوهنتون بود، پروفسور است. ما برش گفتیم که ما استادا را رئیس پوهنتون یک انستیتوت بود، ما 20 روز رفتیم اقتصاد کپیتالیستی رو اونجا خواندیم. یعنی یک مسلمان باید هر چیز بخونه بفهمه. رفتیم 20 روز. من میل شاهنامه در خانه دارم که سمینار 20 روزه انستیتوت اندراگاندی در شهر ممبئی است. ما اونجا رفتیم 20 روزه امیر خواندیم. خب چون ما استادای پوهنتون بودیم، استادای پوهنتون، رئیس پوهنتون یک روز ما را میمان کرد، یک شب. شما میمان ما هستیم. در درس ما رفتیم در سمینار 6 بودیم که یک پروفسور می آمد. این پروفسور معاون علمی پوهنتون است. آمد چیش برش بحث کردیم. حالا تو راستی که گپایز در روی کوچه هست که دو نفر انسانای بی سواد یکیش میخیزه از یک چیز گپ میزنه، یک گپ میزنه. این کار مردم افغانستان است. متاسفانه در روی کوچه و بازار و در فیسبوک هر کس نظر میته و جاهل هم نظر میته و بالاخره بعضی کسای بد اخلاقی که خودش اخلاق حتی انسانی نداره، یعنی حداقل اگر انسان اخلاق انسانی داشته باشه، عفت زبان می داشته باشه، دشنام نمیده. اینجا فقط دعوا از دشنام است، بد اخلاقی هست. انشالله برای کسایی که دعوا میزنن و یک کسی رو پیدا کنن که بازو سر بزنن. خودی دیگه کار نداره. برای دعوا زننده کسی که دعوا میزنه الله متعال دگیری یک کس بدش که سرش بزنه. اما برای کسی که از عقل خود، از منطق خود، از علم خود، از دانش خود بریم روش بحث میشه. معاون علمی پوهنتون ما را گفت که tonight the chief of university invite you. برای چی تو را شما را گفت شما را دعوت کرده، شما امشب بیاین در فلانی جای و اینجا میمان هستین، میمان رئیس پوهنتون. خب استادا گفتن درست است، ما میمانیش قبول میکنیم. یک استاد بود، یک ریش سفید پوهان بود به نام پوهان زدران، میگفتن ایدم پوهنتون 15 علوم اجتماعی هم که ما در سفر بود.
او انگلیسیش خوب پخته بود از ما که زیاد انگلیسی میفهمید. او برای زمین گفت پروفسور گفت ما در میمانی شما میایم، خب ما یک شرط داریم. گفت چی شرط داریم؟ گفت شرط ما این است که ما مسلمان هستیم، در میمانی ما شراب نمانید. از اون دو عادت است، یک میز میمانن خوردنیا است، یک میز دیگه میمانن میوه‌جات است، یک میز دیگه است سویت و کلچه و کیک و شیرینی باب است، یک میز دیگه است نوشابه ها و اینجا بوتلای شراب است. گفت چون ما مسلمان هستیم در میمانی همین چیزا نمانید. او برش گفت که نه، شما دینتان سر ما تحمیل نکنید. اینجا برای ما دموکراسی شراب چی ساخته؟ حلال ساخته. اینمی دین ماست، اینمی عقیدت ماست. This is our belief. بفهمیم باور ما هست. ما به اینمی دموکراسی باور داریم. دموکراسی فیصله کرده پارلمان ما که اینمی شراب حلال است و ما میخوریم. اگر تو نمیخوری دلت نخو، اما ما سر میز میاریم میمانیم. چرا میشه؟ کسی باشه که بخوای شراب بخوره؟ تو چرا تحمیل میکنی سر ما دینت؟ پس اونجا ما فهمیدیم که دموکراسی دین است. چی است؟ دین است. قانونش چی جور میکنه؟ نفس جور میکنه. از این خاطر در کشورهای دموکراسی که شما برین، هر چیزی که نفسشان خواست اونمون قانونی میسازن. وقتی که قانونی شد باز کس مخالفت کرده نمیتونه. حتی اگر در او کشور یک رئیس جمهور مسلمان هم بیایه، سر از اول قسم میخورن که تو اول باید قسم بخوری که من قانون سکولر و دموکراسی را قبول دارم. اول سرش قسم میخورد روز اول. اینمی قانونه. بنابراین وقتی که رئیس جمهور که بسیار خیزک بزنن نمیتونه که تغییر بده، چون قانون است. اینمی مثلا شبانه در ترکیه 50,000 دختر ترکی کت خارجی ها زنا میکنن و رئیس جمهورش هم کی است؟ تمام روز چیخ میزنه که من چی هستم؟ مسلمان هستم. اما چون قانون است و او قانون او چی کنه؟ باید روز اول بگوید که من اینمی دستور و قانون اساسی ترکیه را من قبول دارم. اگر قبول نمیکرد دیگه کس رئیس جمهور نمیساخت. اینالکر قدر خیزک بزنه اوج زناها جریان داره زیر دست از اینمی. در هر هتلش که بیری در این زمان اینمی شخص ما خود ما رفتیم در ترکیه دیدیم که در هتل که ما زندگی میکنیم در منزل زیرش اونجا قرار دکان است بوتلا ماندگی است. اونجا که دیگه گیتار دستش از خواندن کرده میره. قرار اونجا کس میشود یا نمیشود اونجا قرار حساب دیگه خواندن میرفت پیسه خود پورا میکرد. مقصد من میخوانم. این الگب سر چی هست؟ که این قانون چی هست؟ قانون است که توسط چی جور میشه؟ نفس جور میشه و هر چیزی که برای نفس است چی هست؟ آلی این کسایی که قانون نفس خدا میپذیرن الله متعالی چی میگه؟ میگه یا ربوبیت مرا قبول ندارن، اله خود که در کلمه بگوید که لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شد و قانون و شریعتش اطاعت شود الا الله، یا امی اله خود نفس خود ساختن. در کجا هست؟ اینه بفرمایند در افرایت من اتخذ اله و هوا سوره جاثیه آیت 23. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الله متعال عقیده و روش انسانهای نفس پرست بیان میکنه. الله متعال میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افرأیت آیا ندیدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم من کسی را که اتخذ گرفته هست الهه. سکن اینجا اله یعنی کسی را که ذاتش باید عبادت شوه و قانونش چی شوه؟ اطاعت شوه. کی را معبود خود گرفته؟ هوا چی را میگن؟ هوای نفس، خواسته های نفس، خواهشات نفسی. اینه چی خود ساخته؟ معبود خود ساخته که او برش شریعت و قانون بسازه، او برش تشریع بکنه. و اضله الله علی علم، اینه گمراه ساخته
الله با وجودی که علم داره، بسیار خود پروفسور و بسیار خود ماستر و دکتر و لیسانس و فامیده میگیره، لکن با وجود ازی چی شده میادم؟ گمراه شده. و ختم، چون ای منهج و راه الله را، کتاب الله و سنت رسول الله را قبول نداره، الله متعال میگه و ختم علی سمعه و قلبه، و الله مهر نهاده بر گوشهایش و بر قلبش. این چه قسم؟ آل گوشش گوش نیست که حق بشنوه. وقتی که تو برش آیت قرآن بخونی، این چی میکنه؟ دشنام میته، مسخرگی میکنه، توهین میکنه، تحقیر میکنه، بد میگه تو را، مجلس خوشش نمیه. آل تو خواهی تو قرآن میخونی، آلی خواهی تو قرآن است، حداقل خیر است. من خوشت نمیم، قواری من خوشت نمیه، صدقی سرت هیچ از من را نشنو. خودت ببر، اگر تو مسلمان هستی قرآن شریف پیش رویت بان و خودت با عقل خود فکر کن. لکن الله متعال میگه نه، این کسایی هستن که الله متعال اینا را گمراه کرده و بالای چشمایشان و قلبشان چی گذاشته شده؟ مهر. همین مهر چی وقت گذاشته میشه؟ مهر در اول خود گذاشته نمیشه. وقتی که کاغذ شما برای یک نفر میارین، یک کاغذ برش میاری، بازور میگه امیر صاحب، مدیر صاحب عمومی امیر یک مهر کو، باز این مدیر صاحب این ورق در اینجاش مهر نمیکنن. در کجا مهر میکنن؟ در آخرش. چرا؟ چون کل قلب ازی وقتی که یک انسان جنایت میکنه، هر گناه انسان یک نقطه سیاه در قلب ازی پیدا میکنه. وقتی که توبه کرد، این نقطه پاک میشه. اگر ای توبه نکرد، این نقطه چی میشه؟ گناه دیگه کرد، یک نقطه دیگه، گناه دیگه نقطه. بالاخره شیطان آیسته آیسته نقطه های زیاد میکنه و نقطه های زیر کلان ساخته میره. بالاخره اول در صغایر مبتلاش میکنه، باز در گناه های کبیره، بعد از او در شرک و بالاخره در کفر و ارتداد. بالاخره بیخی قرآن و دین یاره کلش نمیپذیره و کت الله دشمنی خود اعلان میکنه. وقتی که کت الله دشمنی خود اعلان کرد، الله ذات غنی هست، در می قلب ازی یک مهر دیگر هم میزنه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. چرا قلبای از اینا مهر زده شد و سیاه شد؟ به خاطر اینکه خودشان دشمنی خود اعلان کردن. و ختم علی، این برای ما و شما میگه که خب کفر خود قصدن داره دیگه، ولی تو چرا خود جگر خون میکنیم؟ و ختم علی سمعه، به چشمش و قلبش و قلبش و جعل علی بصره غشاوه، و در چشم ازی یک پرده نابینایی معنوی کفری. هیچ وقت حق نمیبینه، هیچ وقت قرآن هم نمیبینه، آیت نمیبینه. بسیاری وقتا شاید یگان تا ببینه یک 20 دفعه قرآن ختم کردم تو بر راست تیر شده، لکن نمی آیت هیچ فکرش نشده، هیچ سهل نمیکنه. فمن یهدیه، الله متعال میگه شما جگرخونی میکنین که والا فلانی نفر بیدین شد، فلانی کافر شد، فلانی چطور شد. فمن یهدیه من بعد الله، بعد از الله کی نمیتونه هدایت بکنه؟ الله برش قرآن گذاشت، یک نعمت. پیغمبر فرستاد، دیگر نعمت. احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله برای هست، دیگر نعمت. علما و دعوتگرا مثل مزدور برای تو کار میکنه، شب تمام شب، روز تمام روز، و میاد برای تو بدون پیسه و بدون معاش. گردنتون بسته کدام روز از پیش شما کسی به خاطر درس خواندن تفسیر 1 روپیه گرفته از پیشتون تقاضا کرده؟ خلاص ما مزدورایتان هستیم، ما مزدورای قرآن هستیم، ما مزدورای الله هستیم، ما چپرازی های دین الله هستیم. الله ما رو نمیخوایم قبول کنه در چپرازیگری خود، قبول بکنه. فقط اینو میخوایم که یا الله تو قبول بکنی، جنرالی نمیخوایم، چپراسیگری الله را میخوایم. وقتی کل چیز نعمت‌ها را الله برای تو فرستاد و کل چیزش، ایناله الله متعال میگه فمن یهدی، پس کی را هدایت کنه من بعد الله، بعد از الله. این دشمنی خود که الله اعلان کرده، کتاب الله را قبول نمیکنه، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نمیکنه، پس کی هدایت میکنه؟ افلا تذکرون، شما چرا به یاد نمیارید؟